اما این کمی الان در ایران هم من شنیدم درمان‌های جدیدی بین مردم باب شده، گیاهخواری و خامخواری، و هیچ کس با گیاهخواری و خامخواری به جایی نرسید، فقط پاچه‌خواری. پاچه‌خواری جواب میده. گیاهخواری. یکی از رفقا میگه 10 سال دنبال کار میگردم، اگر دنبال پارتی میگشتم تا حالا پیدا کرده بودم کارو. دنبال کار تنهایی میکنم، پارتی بگیر. خلاص رو در و دیوار اون بیمارستان جملاتی نقش بسته بودم. آقا ترجمه کن چی نوشته بود؟ نوشته بود که اینجا نگران نباشید، ما با دانش پزشکیمون شما رو از درد و رنج رهایی میدیم. در ژاپن من شنیدم هم چیزی رو دیواره بیمارستانشون زده که ما با کمک خداوند و علم دانش پزشکیمون به یاری شما میشه تا و در همه جای دنیا. اون وقت شما تو ایران بعضی از بیمارستانا میری رو دیوارش نوشته شده توهین به پرسنل بیمارستان 80 ضرب شلاق و 6 ماه حبس. اون روحیه واسه اون آدم اومده اونجا مریض